خب ما اینجا در تلاشیم که این سگه رو بندازیم رو دوستم. برو ببینم. خب این که میبینید داره پیانو میزنه اسمش شروینه و قراره با بصیر اون کسی که اول روش سنگ افتاد 3 نفری امروز بریم کوه دارآباد تا برج خلیل. خب سالمه دوستان. سلام. سالمی؟ آره تونستم از زیر سنگ در بیام، خدا رو شکر. خیلی اتفاق خاصی نیفتاد. خب خدا رو شکر. ان شاء الله دفعه بعد سنگای بزرگ. ان شاء الله سعی قبل اینجا رو توی شورت ویدیو براتون گذاشتم هست. موقعی دارم سواره ماشین میشن تا بیاین اینجا. اگه خواستید حتما اونو ببینید و احتمالاً یه سریاتون اصلا اونو دیدید و اومدید این ویدیو لانگو دارید میبینید. من بریم تا باغچه خلیل که من همیشه تا آبشار چالمگس میرم. بعد اونو باید مثل که صخره‌نوردی نمیدونم چی قراره بشه. امیدوارم خیلی عزیزم. الان اینی که ما داریم میریم میشه کوه پیمایی. آره بله. نوردی یعنی اینکه خودت راه باز کنی. آره دیگه نورد دیگه، یعنی بعد خودت راهو یعنی یه سری اینجا اول کوه نورد بودن. کلا اصلا اولش خیلی میومد. اینجا رو دیگه چون خیلی مسیر باریک میشه یه بندی تنابی چیزی گذاشتن که واسه بیافتی اینو بگیری. چقدر دیگه مونده تا چشمه نه ببخشید آبشار چالمگس؟ 30 ثانیه. جدی؟ آبشار خشک میباشه. پس این چیه؟ این چشمه های که از حفظ میاده، جایی که میخوایم بریم. آها آبشار چالمگس گوشتی شد. خب شروین تا الان تو ویدیو نبود. سلام کن. سلام. مرسی. ساندویچ چیه؟ دست گلت درنه. میریم با تست ساندویچ شروین پز. خودت درست کردی؟ آها. خوبه. خیلی خوبه. جدی خوبه. تو هم تایید میکنی؟ عالیه. خیلی خوبه. شروین خودت تایید میکنی؟ در من چیز عادیه همیشه میکنم. خب از اینجا به بعد و چون باید صخره‌نوردی کنیم در تلاشیم که عصا رو بذاریم تو کیف. اینا ببینید دیگه اینجا به بعد باید صخره‌نوردی کرد. بریم بالا. اون بالا میشه باغچه خلیل. بچخ من این من میچخم تا بچه‌ها ببینم میتونید چوبه رو بچه‌ها حالا مطمئن دارید درست؟ آها آره ما کارمون درست. بذار تو کیف بصیر. من چه بالا؟ کیف تو کوهنوردی نگاه کنید چه کیف اصولیه. از ویژگی سایدیه. باش خیلی محکم نکنی. داش توش کلی وسیله است. مطمئن عصا رو اینجوری میذارن؟ خب از اینجا به بعدشو چون نمیتونم خیلی مثل آدم ویدیو بگیرم و صخره‌نوردیه بصیر میره بالا، بقیه‌شو دیگه از من از اون بالا ویدیو میگیره. اولین باره همینجا تا اینجاشو برمیگشتم. امیدوارم که مثل آدم بتونم برم بالا. اوکی تمام سعیم. به من اعتماد کنید به زودی قراره حرفمو پس بگیرم. مخصوصا این که من ترس از ارتفاع هم دارم و جلوتر یه ارتفاعی میشه که اصلا حتی نمیتونم پایین نگاه کنم. حاجی واقعا تپش خطه. من دیگه اینجاش نمیتونم. من اینجا وای نه برو. نه والا. اوه چرا طلب نداره؟ می‌خواست قله بیام. نمی‌خواستم قله بیام. قطع کن فیلمو. عزیز چرا اینجا بعد طلب نداره؟ به دست من. نه دست. بیا. میگیرم. میام. فقط بنده تنابش کو. من اعتمادم به این بنده تناباست. این لحظات بعد ثبت بشه. بچه اون تکنیک 478 بود با هم دیگه بریم اینجا. اینجا. بیا بالا میگیرم بده نمی‌تونم.
It's just ارتفاع. هایزنبرگ ایران هم بابا. ببینیم میتونه بره. اینو میشه گرفت؟ اعتماد هست؟ مطمئن؟ آره این جزء قدیمی ترین سیمای اینجاست، قطعا اعتماد میکنی بهش. این صفحه آخره؟ نه منو بگیر. یا اول. این هم باید بریم بالا. چند دقیقه شه؟ یه رو. الان حفاظیم. چقدر تا باغچه خلیل مونده؟ بسته دی. خدا بخواد بسته. تو رو خدا. این الان چشمه حفوظه. قشنگ آبش بکره ها. کلا تو در رو با کلت رو چقدر خنکه. بعد واقعا تمیزه. بالا یه نفر جفا نخریده باشه روی. چشم از اینجا داره میجوشه. جدی؟ ایوه. پس پرش کنیم بخور. خب اینجا اون ور برید زود برسید داغس میرسید. این ور سالم میرسم. این ورم ممکنه ناقص. این ورم ناقص، این ور نابود. چیکار کنیم؟ تو رو جان مادر بیا آروم بریم. نه آهسته. چی میگن؟ دیر رسیدن خیلی بهتر از هرگز نرسیدن. پس از همین ور بریم. ناکن اینجا رو بعد بری بالا، بعد بخوابی روی صخره. آره عین مردعنکبوتی. یه لحظه تصور کن که مردعنکبوتی شدی، برو بالا. به خاطر شما شدم به خاطر تو رو جان مادراتون سابسکرایب و لایک یادتون نره، زنگوله بزنید تا وقتی دوباره ویدیو باشه خواستم توش بمیرم بذارید اونو ببینید. شاید توی یکیش بگیرید اینجا رو خدا وکیلی. چیه مگه؟ ایست تازه ما اون طرف بریم. نمیشه همه نمیشه. دارم. من الان مثلا خودم بیننده بودم ویدیو رو میزدم جلو زودتر یه متاسفانه حقیقته. بذار خودم بکشم جلو. بعد از ماتریکس خارج چی؟ ماتریکس خارج شده است. اون وقت میتونی در زمان سفر کنی. آره. از ماتریکس خارج میشه. کاش از اینجا میشد الان برم پشت سیستم در حالی که دارم اینو ادیت میکنم. کاش واقعا میشد. خب من موفق شدم از ماتریکس خارج بشم. بوگاتی شما چه رنگیه؟ من تونستم از تو ویدیو بیام این ور پشت سیستم و اینکه همین دیگه خواستم بگم کلا زمان و مکان رو به هم ریختم. بریم سراغ ادامه ویدیو. وای واقعا سخته دارم میبینم. آخه تابستون گرمه، زمستون هم میگی تا زانوس اینجا برفه. باز فکر کنم تابستونه بهتر باشه نه بسی؟ بهار مثل که بهترین فصل اومدنه. الان هم خیلی گرمه و سخت. کلا خوشیه همه جا. من فقط آب آوردم با خودم، چیز دیگه ای نیاوردم. کاش یه نوشیدنی می آوردم. الان اونجا که درختاست بشه باغچه خلیل. اونم میگه چی میشه؟ اون بالا مسیر دارآباد به توچاله. A few moments later. خب بالاخره رسیدیم باغچه خلیل. بریم یه چای نباتی چیزی بخوریم. هر چیزی که دارم نباته، بسیرم که چای داره. دیگه چی دیگه نداریم. به باغچه خلیل ساخته یک خیر. از کجا میدونی؟ زحمت کشیده. خب معروفه اصلا. یه خیری بوده. اینجا رو مده ساخته، درخت کاشته. خیلی زحمت کشیده. این همه جا چرا اینجا رو کاشی؟ بعد انتخاب کردیم. بعد چیز خاصی داره اینجا؟ همین درخت‌ها و اینا یه دستشویی هم داره. کاش بوفه ای چیزی داشت. از چشام فکر کنم معلومه خیلی خستم داغون شدم. ولی بصیر همچنان پرقدرت داره. چای می‌خوری؟ آره برید چای بصیر. اینجا بین چای و گوشی من چای رو انتخاب کردم که نریزه و همین گوشی رو انداختم رو زمین که بذارم چای رو نگه دارم. دیگه اینقدر دعاخوت نتونستم ادامه ویدیو رو بگیرم. هیچ دیگه دست درد نکنه چای ریخته. فقط کاش میذاشتی روی جای بریختی. گوشی از دستم افتاد کاملا قابش فدا.
اینجا میشه همون مسیری که اومدیم ارتفاع سنگین بود و پایین اومدنش قطعاً پدرم در میاد با توجه به ترس از ارتفاعی که دارم. اینجا میگه مسیرش یکم زمانش بیشتره ولی خب نداره دیگه ایشالله ارتفاع اونجوری. نه ارتفاع نداره. باش. ما رفتیم باشه. و یکم مسیر رو نمیدونن، امیدوارم که گم نکنید. نه خب چیه؟ بریم. الان ما اونجا بودیم ساعت 2 راه افتادیم. الان ساعت چنده؟ 40 دقیقه است. چقدر میشه؟ 25 دقیقه. 25 دقیقه‌ای از اونجا اومدیم اینجا. خدای خوب اومدیم. واقعا دمتون گرم. بعد اینجا یه ارتفاع خیلی سنگینیه که به حال نمیتونم پاشم واقعا. دکا فرامرز دیگه. باشه. فرامرز فرامرزم که اونجاست. میشه سربند قلعه اونجا که پر درخته. خب کلی ارتفاع اومدیم بالا. من دیگه تا اینجا دیگه نمیتونستم گوشی بگیرم دستم، تمام دستم خیس عرق شده. چقدر دیگه میرسیم پایین؟ نیم ساعت. یه ساعت. انشالله. خوشیه اینجا. قشنگ توی تیغه آفتاب به زندگی آدم امیدوار میشه. اومدنه یه جوریه میای بالا قشنگ خودتو توی منجلاب میندازی وسط این دشت و بیابون و هیچی، بعد میرسی پایین میگی زندگی چقدر قشنگه. لاغر زنده هم قشنگ همینه. حالا دیگه بس اینا که قله میرن بیشتر باید بگن اینا چجوریه. چی؟ میای پایین میخوای کف زمین رو بوس کنی. بیوره همکنون گم شدیم. با مسیر تیغ رفت. یه مسیر هم بالاخره پیدا کردیم که بریم پایین. بچه ها از بیراهه داریم میریم اینجا. قشنگ معلومه پایش انسانی باز نشده. خسته شدم دیگه نمیتونم خدایی. اونو بگی جمون تو جمونگی. خب ببند چه شروین از اونجا رفت. خیلی چیز بود، صخره و ترسناک و مضطرس کننده بود. ما از اینجا میریم. من تصمیم گرفتم از مسیر خداحافظی کنم چون مسیر رو نگاه کنید چجوریه. خودت برو، بعد مسیر عادی رو میرم. نمیشه آقا همین یه تیکه رو تو حواست باشه. بیا من گرفتم مسیر صاف و ول کردم. دارم بیا اینجوری اومد. همین بریم اینجوری بیا پایین. 3,000 years later. بالاخره ما رسیدیم پایین. مسیر میگه خدا رو شکر که سالم رسیدی پایین، زنده رسیدی پایین. یعنی هر اتفاقی مثلا الان معلومه پام به چه فنایی رفته، به چه حالتی شده، ولی دیگه رسیدیم پایین. اگر این ویدیو خوشتون اومد لایکتون نره و تا یه ویدیو دیگه سابسکرایب کنید. فعلا.